یکی از بزرگترین چالش‌های هر کسب و کاری انتخاب نرم افزار حسابداریه. اما بهترین انتخاب چی میتونه باشه؟ 44 تجربه حسابداری. روز اول تجربه اول. همیشه قبل از انتخاب نرم افزار حسابداری یه چک لیست بردار و این موارد چک. اولیش بررسی نیازهای اون کسب و کار. دومیش شرکت تولید کننده اون نرم افزار و خدمات و پشتیبانی اون شرکت و نصب و راه اندازی آسون اون نرم افزار. سومیش امکانات اون نرم افزار مثل گزارشات، یکپارچگی و ارتباط با سایر نرم افزارها برای انتقال راحت اطلاعات. چهارمیش نحوه اجرای فرآیندهای مالی توی اون نرم افزار مثل محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات، کنترل گردش کالا و خدمات و ارتباط فرآیندها. چند تا نکته مهم دیگه هم هست که توی کپشن نوشتم، با دقت بخون که نیاز نباشه دوباره کلی هزینه اضافی پای نرم افزار حسابداری بدید. البته ما بعد از کارشناسی دقیق نیازهای شما خودمون نرم افزار مناسب کسب و کارتون رو رایگان در اختیارتون میذاریم. به نظر شما مهمترین معیار انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب چی میتونه باشه؟